Здрасте. Здравствуйте. О, очень приятно. Со мной хотите, что ли? بیا بریم مهمانخانه بکنیم که امشب در کوچه میمونیم. انا بینندگان عزیز همون مهمانخانه که قیمتی که میگفتیم میافتیم. یک شبش 150 سومانی. میریم کم تا راحت میکنیم بعدا از پس نوارگیری میشویم. او کلبه ویرانه که قد کوچه ها میکفتیم اخیر رفتیم همی به دست بسیار جای با فکریم که براحت اینا آینه نیلگون داره باد هوا خنکنک داره میز و کرسی داره آینه بری دیوالی داره پرده های زیبا جای خواب براحت دو بالش ما در خانه یک بالش تا بازارا میگیریم اینجا دو بالش زود انا اینجا جای لباس آویز کنک بسیار زیبا انا اینجا حاجت خانه قطعی حمام بسیار جای خوب سیام کنک یک دقیقه که اولم بعد یک حاجت خانه میدونم بعد میبرم یک دقیقه ولی سیام کنک راحت بده بابک دمان ها چید بینندگان عزیز اکنون با قسمی راحت اگر در خاطر داشته باشید بینندگان عزیز برنامه پیشینه در جمهوری هندوستان بود چراغش تاریخی قرصک خاموش میکردیم کو اگر در خاطرتون باشه بینندگان عزیز ببینید چه خیلی انا چراغ خاموش میکنم همین من تصمیم گرفتم که تا می چراغ ویران نکنم خواب نمیرم بینندگان عزیز آخرام بار بود شما شب خوش با ما استراحت کنید خیر این شهر استانبول ترقیاتش دیگه پیشرویش دیگه باور که یک عقل آدم راست نمیگیره همین چرا خاموش کنید عقل آدم راست نمیگیره این قدر پیش رفتن عجایب نفهمیدیم اخیر فهمیدیم چی خیلی بده است اگر با پشت رفتن خواب باشی اگر خواهش داشته باشه که چراغ بکشی و راحت کنی ببین چی خیلی میکنن میخیزی مرد نگوری میای این یعنی میگی اما که در صورت بلند چه خیر ماشین داشتید؟ رزینوی نکسن. نکسن؟ اگر رزینوی نکسن نمی بود کپای سنجابک دود بکرد کجا شد؟